آقا خیلی ها سوال داشتم برای باز و بست گیربکس زانتیا. یه نکته رو میگم که خیلی راحت بتونین در بیارین جا بزنین. این بلورین کلاچ زانتیا رو میبینین رو خود دیسک سواره. برای در آوردنش اول میگم، بعد برای جا زدنش هم میگم. دو شاخه کلاچ باید بیفته بره پشت این که بتونی جا بزنی. بعد این دو شاخه کلاچ زانتیاست. موقعی که میخواید در بیاری اهرم کلاچ یه پین داره، پینشو در میارین، اهرم کلاچو ور میدارین، گیربکس دورش باز باشه، بعد با دست این دو شاخه رو یه ذره میچرخونین، علای دو شاخه میاد پایین، گیربکس رو میتونین بزنین زمین. برای جا زدن هم همینطور. بولورینگ رو تو این حالت قرار میدین، نگر میدارین، بعد برای دو شاخه یکی از بالا کمک میکنه، اینو میزوم میکنه، میذاره لای دو شاخه، قشنگ هول میدین، خودش میشینه سر جاش. برای در آوردنش هم حتما نباید زور بزنین یا بکشین که اون بلورین کندشه. خیلی راحت این پینو در بیارین، قشنگ میتونین دو شاخه رو بچرخونین، راحت در بیاد. کار خیلی سختی نیست.